کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدار سده دهم ایران است که در سال 939 هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود. دوران زندگی او با پادشاهی شاه طهماسب صفوی و شاه اسماعیل دوم همزمان بود. وی تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش سپری نمود. وحشی در جوانی به یزد رفت و از دانشمندان و سخنگویان آن شهر کسب فیض کرد و پس از چند سال به کاشان عزیمت نمود و شغل مکتبداری را برگزید. وی در اواسط عمر خود به یزد یا کرمان که دقیقاً مشخص نیست بازگشت و تا پایان عمر یعنی سال 991 هجری قمری در این شهر زندگی کرد. پیش تو بسی از همه کس خوارترم من، زان روی که از جمله گرفتار ترم من. روزی که نماند دگری بر سر کویت، دانی که ز اغیار وفادار ترم من. بر بی کسی من نگرو چاره من کن، زان که از همه کس بی کس و بی یار ترم من. بیداد کنی پیشه و چون از تو کنم داد، زارم بکشی کس که ستمگار ترم من. وحشی به طبیب من بیچاره که گوید، که امروز ز دیروز بسی زار ترم من. که امروز ز دیروز بسی زار ترم من.